سلام دوستان عزیزم، من بکتاش هستم. با یه اپیزود جدید اومدم خدمتتون. اخیرا من یه فروشی داشتم که مشتری من از طریق شرکتش یه وام تجاری گرفت و با اون وام تجاری یه خرید ملک انجام داد و روش اقامت گرفت. اینجا یه سری نکته ها داره. نکته ها اینه که وقتی که میخواین این کار رو انجام بدین، اگه مشتری میخواد روی اون ملک اقامت بگیره، نباید اسم کمپانیش روی سند بخوره، باید اسم اون شخص روی سند بخوره. و نکته دیگه اینه که در هنگام وقت گرفتن از اداره تاپو اول باید هیپوتکسیس بگیرین. وقتی که هیپوتکسیس گرفتین، انگار خرید فروش عادی داره انجام میشه. وقتی که خرید فروش انجام شد و اسم اون فرد رو سند خورد، از رو تاپو عکس میندازین، میفرستین بانک و بانک به اون فروشنده اون مبلغی که بلاک بود و میفرسته توی حساب اون فرد. در این صورت هم اسم شخص روی تاپو میخوره، هم بعد از اینکه سند خورده شد، فروشنده از طریق خود بانک پول به حسابش میشینه. وقتی که این معاملات انجام شد و این کار رو انجام دادین، بعدش باید هیپوتکی باش شروع بکنید. مدارک هیپوتک بانک رو میبرید به همراه وکیل بانک. دوباره یک وقت از اداره تاپو میگیرین، با وکیل بانک میرید اونجا، یه سری قراردادها به شما میده و میاد سند شما رو تحت رهن میگیره تا زمانی که اقساط رو بدین. خب این یک روشی شد که فرد هم از وامش استفاده کرد، هم تونست خرید ملک انجام بده و از طریق وام تجاری خرید مسکونی انجام داد که اسم خودش روی سند بخوره، نه اسم کمپانیش روی سند بخوره. اگه اسم کمپانیش روی سندش میخورد، به هیچ وجه نمیتونست اقامت بگیره، حالا هر چقدر ارزش ملک میخواست باشه. باید حتما اسم اون شخص خریدار روی سند بخوره تا اداره مهاجرت بهش اقامت بده. این یک راهی بود در کل از حالت وام تجاری یا خرید ملکی بکنی که شما بتونی روش اقامت بگیرید. خب دوستان، اگر مسائل دیگه و بیشتری شما میدونی، در انتها در کامنت ها میتونید واسه من بنویسید. ممنونم. خدا حافظ همگی.